ویدیو قرار سمی ترین پستای اکسپلور منو ببینی. آخه این سمای تو اکسپلور چیه؟ آخه مگه میشه یه همچین کسی همچین ویدیوهای مسخره بیاد تو اکسپلورش؟ آخه نداره. پس اگه آماده ای ببینی چه چیزایی توش پیدا میشه، لایک ویدیو رو بزن، سابسکرایب یادت نره، برو بریم. سلام چطوری بچه‌ها؟ خوش اومدین به یه ویدیوی جدید از کانال ما. قرار ببینیم چه سمایی توی اکسپلور من پیدا میشه و با یه بعد دیگه از من بچه‌ها میخوان آشنا بشن. بسیار عالی. من هیچ وقت خودم تو اکسپلور زیاد نمیرم، ولی وقتی که میرم بیشتر ویدیوهای خارجی میخوام ببینم تو از ویدیو ایرانی چی داری برای من. آماده این بچه‌ها؟ لایک ویدیو رو بزنین. ببین همین الان پر انرژی از این پایین لایکش رو بزنین. میخوام بتره کنید دیگه. دوست دارم این پارتا ادامه داشته باشه. بستگی به استقبال شما داره. اگه 5 تا لایک خورد اکسپلور منو میتونین ببینید تو ویدیوی بعدی. چون که اکسپلورت مثبت 1000. نمیشه نشون داد نه؟ ببین اگه اونا رو نشون بدم یوتیوب بنم میکنن. الان همه کامنت ها خانه اکسپلور ما نمیدونین چی بچه، اصلا نمیتونم. بریم برای اولین ویدیو. بفرمایید. از سری ویدیوهای مورد علاقه منه که من همیشه نگاش میکنم. خب این آقای همیشه تکنیک فروش به ما یاد میده. یعنی چجوری بکنید پاچه مردم. بریم. من ازش چند تا دیدم، خیلی دوستش دارم. بکن توی دهن مشتری. داداش چیکار داری می‌کنی؟ کاری نداشته باش. کاتو بردار چیکار می‌کنی؟ یعنی چی؟ پاتو بکن تو دهن مشتری. اصلا من نمیدونم چجوری میخواد اینو اصلاح کنه. نمیفهمم. تو حتی نخوای تو مغازه داری هم اینو بگی، مثلا تو بیزنس های بزرگ و اینا بابا خیلی بدتره. چجوری میخوای اینو درست کنه؟ منظورش نترس. چیه؟ این یک تکنیک فروشه. اسمش هست FITM یا پا در دهان مشتری. What؟ یعنی چی پا در دهان مشتری؟ پا در دهان مشتری؟ مثلا الان تو مشتری. نکن ما. خب بایستا ببینم منظورش خب باشه. چیه؟ بذار بعد کاش بگه عملی اجراش بچه‌ها. میکنم. امیدوارم بگه. میگیرم ازت ولی این زنونه است. داداش یا اینو میگیری یا از تکنیک NNM استفاده میکنی. این چه تکنیکیه؟ نگیری ننتو میگیری. چرا تو اکسپلور انقدر بی تربیتی دارن؟ حداقل اکسپلور من محتوا از اول معلومه چیه. تکنیک NNM. نه. یعنی چی NNM؟ گفت دیگه. گفت FATM. نه بعدش بسره گفت از اگه نه تو از تکنیک NNM استفاده میکنم. حالا من نمیدونم منظورش چی با تو بکن در دهان مشتری. خب بچه ها من یه ویدیو دیگه از این آقای سیف کردم که به شما نشون بدم. کی میره تو دوره های این آقای شرکت میکنه؟ ببین بچه ها من این وقتی میاد تو اکسپلورم به طرز عجیب غریبی تمام ریاکت ها بهشو میبینم. خیلی بامزن میدونی؟ خیلی چرت و پرت میگه. پاتو بکن تو دهن بابا مشتری. بریم. فروش رقصیدن با مشتریانه. عجب احمقی رقصیدن با مشتری. این شاید توی دنیای دیگه اصطلاح. بذار ببینیم بقیه‌شو. تک به تک، شخصی و از نزدیک. سلام بر آقا سلام مشتری. بابا بیخیال. یعنی چی آقا؟ یعنی چی؟ اینا چرا اینجوری هن؟ فروش رقصیدن با مشتری. بابا اینا استعاره است ولی خب واقعا نمیشه. اکسپلور خیلی مسخره. چی یعنی اینا؟ مشتری گفته گرونه. تاپ سلر بهش میگه که دیگه چه موضوعی براتون نگرانی ایجاد کرده. آقا چی فرما دیوتی چه آقا 600 آقا این چقدره؟ مثلا 8,400,000 دیگه چه گرونه دیگه. یکی دیگه بود میگفت پیگیری کن 5 صبح زنگ بزن به مشتری بعد شورت خریده بود. میگفت داداش شورت رو راضی بودی. میگفت داداش 5 صبح ولم کن. خب دیگه چی میگه؟ پاتو بکن توی دهن مشتری. اینو دیده بودم به صورت خانوادگی. خب مثلا من دارم شورت میفروشم بعد به طرف بگم خانوادگی شورت رو استفاده کنی. خب مشتری پاشو میکنه تو کاش دهنم. حداقل بگه منظورم برای یه بیزنس های خاصه. خب باشه. خب بریم برای سم سوم. معمولی ترین پسر ایرانی تو معمولی ترین طبیعت گیلان. حالم خوبه. تخمی ترین پسر ایرانی تو تخمی ترین لوکیشن ایران. حالم خیلی بیریه.
چون کنار ایشون میگم این هم جنگل کجاست؟ آدرسشو برای بچه‌ها بذاریم. نمیدونم چرا یارو باید بیاد همچی کاری بکنه، مثلا وسط جنگل لخت بشه نمیدونم بعد با یه خیلی سیستم- وایرال شده. تو جنگلم بیا. خب بعدی رو نشونمون بده. بچه بعدی اکسپلورش خیلی مسخره است. حتما باحاله. واجب شد من خب اکسپلورمو بیارم. اسمش اکسپلور سمیه. من خیلی بابت ضبط این ویدیو میترسیدم چون احساس میکنم هیچ ویوی نمیخوره و بعد من مجبور میشم که این ویدیو رو پاک کنم. آره، یعنی من- همین الان همچین حسی من فکر دارم. میکنم ویدیوات انقدر مسخره و سمه. نه ویدیو هم هیچکی دوستشون خدای خوب. نداره. بریم بعدی بچه‌ها، هرچی بریم جلوتر جذاب‌تر میشه. لول بندی کردی. آره اوکی. ببین مثلا اینو سلام دوستان، من یک ورزشکارم. ما تمامی اتوبان رو بدون واسطه وارد می‌کنیم. برای همین همش می‌دید 950,000 تومان. ممنون میشم که از پیجمون حمایت کنید. دوستان من یک موتور فروش هستم، لطفا پیج ما رو حمایت کنید. بدون در حضور شما و فالوورها عزیزم کنده تا همین مغازه لاغ میشم. اون دختره چرا باید این کارو بکنه؟ فردا تو همین مغازه لخت میشم. من ولی انتظار نداشتی بعدش نه آقای بیام اصلا ببین دارن سورپرایزتون دختر میکنن. کافی بود نه به دیده شدن با لنگ در هوایی. اینم باحاله ببین. سلام آقا، وقتتون بخیر. جسارتا من دارم یه ویدیو ضبط میکنم. اگه میشه بهتون اشاره کردم یه دست تکون بدین. مرسی. معروفیت و هزار دردسر. معروفیه. جسارتا میگم من اون دوتا آقا حساب میکنم. وای وای عجب حرکتی. خیلی اینو خوشم اومد. خلاقانه بود بچه‌ها. من این پست اکسپلور اینو یه رو بار انجام میدم. پسندیدم. اینو انجام میدم. حالا فردا میرم کافه یه دو تا دختر میان سرمون پیاده وای. میکنن. خیلی باحال بود. برو بعدی زود میخوام ببینم چقدر سمتر داری. خب بریم. این خیلی اینو من دیدم. دیدی؟ آره. خب بذار بچه‌ها ببینن. ولی بازم باحاله. نشون بده. صافه آخه این ورش هم نشون بده. آخه مگه میشه؟ صافه. جالب تر از این که توش کاسبی هم داره انجام میشه. چجوری؟ داداش این قهوه ما آماده نشد. وای یعنی هر وقت میبینمش برام دست درد نکنه. آخه خیلی باریکه. چجوری؟ نمیدونم فکر کنم همینجوری دقیقاً این دوتا جوری تو هم. خیلی اسیدی میذارم واسه آخرش. اون دختره نه ندیدیش تو. ندیدمش. بذار اینو امروز آره. دیدم توی اکسپلور. باشه، اینو بریم. نگاه کن. بدبخت تو هر چی داری صدقه سر من و خانواده‌ام چی بدی. کار کردین برای من؟ من اگه تو رو جمعت نمی‌کردم کسی تو رو آدم حساب می‌کرد؟ نه کسی تو رو آدم حساب می‌کرد. بچه خوشگل مزلق ما خانواده در پیتتون بابای معتاده. کثافت آشغال 100 دفعه گفتم اسم بابای منو بیشور نفر. من عاشق بودم که باهات ازدواج کردم. زبون نفر چجوری اینقدر خلاقن؟ چه درد من میخورد؟ اوه خیلی خوب بود. خیلی باحال بود. تا اینو الان امروز بهترین دیدم. بود. این تا واقعا باحال بود. این دیدی آخه بهترین وقتی بود. این مثلا نصاب میاد زن و شوهر فکر کنم خیلی پیش بیاد که با هم شاید. دعواشون آره. بشه. بعد اینو آره که آره پرت کرد. این خیلی این صدا و تصویر هماهنگ شد با هم. خیلی باحال بود. این من دوستش داشتم. بچه اگه خواهان پارت اکسپلورای من هستین بهم اطلاع بدین. من فکر کنم میگم باید یه سرچ کنم ببینم مقررات یوتیوب برای اکسپلور من تا چه حد سخت گیرانه است. اگه شد که حتما خدمت میرسم. اینو ببینیم. این واقعا اسمش سمه. یعنی سم. جز سم اوکی. چیزی نمیشه بهش گفت. به خونه کوچیک 280 متری ما در قم خوش آمد. 280 متر به خونه کوچیک 280 متری ما. آخه یعنی چی؟ کوچیکه 280 متر بچه ها. مگه 40 متری و اینا کوچیک نبودن؟ دقیقا مود ما همینه وقتی میبینیم. من فاطمه ام و قم زندگی میکنیم. دوستان ببخشید احساس کردم وارد حرم شدم. خواستم بگم انگار حرمه. 3 تا بچه دارم، 2 حالا قلو. درسته که نباید به سلیقه کسی بی‌احترامی آره، کرد ولی این دیگه بی‌احترامی نیست. این مسخره دیگه. کردنه. خود پسر هستن و همسن. 8 ساله که این پیج رو دارم. با چه مدلینگ 2 خبره؟ قلوام شروع ببین کردم. عینک تا وقتی آفتابی میخوام. احساس میکنم زردی گرفتم بچه که ها. کرونا عینک اومد و آفتابی. محتوای پیجم شد لایف استایل. اون وقت بود که خودم وارد میدون شدم. وارد میدون شدم. یعنی میدونی قشنگ دیگه 6 راه ساله شوهرشو که زد خریدیم کنار. و بریم تک تک کنار اومد. من اومدم. وسایلشو با عشق چیدم.
شوهرشون و بچه‌هاشون. کاش با عشق نمیچیدی. مدرن و شاهنشاهی و قشنگ کردی. هم یه دونه دختر خونمون فرانسه جونه که با زبون شیرینش کلی ویوهای میلیونی گرفته تو پستای قبل. میشه دیگه ادامهشو نبینیم؟ یعنی دارم چیزی حس یعنی معذبی دارم. پرنسا با زبون شیرینش ویوهای میلیونی تونسته بگیره، بعد من و تو این همه جون میکنیم با زبون تند و تیز تو و یه ویو 200 تایی نمیتونی داشته باشی. تولد 3 سالگیشم کمی بیشتر نمونده. اینجا نگاه کن. سالن این ماساژورای صندلی مگه اینا رو فقط تو فروشگاه و پاساژا نمیذارن که پول میدی استفاده میکنی؟ واقعا الان جاشه بگیم چوسی پرومکس. میخوای چوسی بیای ولی با لباس پرنسسی رو تخت ماساژ. 20 دی ماهه. پیج منو فالو کن که قراره کلی استایلای خانوادگی و آشپزی با پرنسا و دکوراسیون منزل ببینی اینجا. تخت ناصرالدین شاه اینجوری نبود به قرآن. متراژش، صابون طلایی، حوله طلایی، انه طلایی. این خیلی بد بود. یعنی این مثلا به نظرم سمترین چیزی که میشه تو خیلی حس بدی داشتم با دیدنش. این بود. دوست داری برم؟ آره بیا. دوستان یه سوپر براتون شارژ کردیم که بعدش نفس لوامتون 2 تا فتح پا برای نفس امارتون میکشه. آب کنار دستتون باشه که بعد از این ویدیو همینجور آب بدنتون میره و بدن دهیدراته میشه. خانم هایی که دنبال کیس ازدواجن این ویدیو رو هر 5 ساعت یه بار قرقره کنن. بریم ما ویدیو رو ببینیم. ببینید واحد واقعا کازینونه، اینجا آشپزخونه‌شه، اینجا پذیراییشه و این سمت هم 2 تا اتاق خوابشه. فقط جسارتاً کی تخلیه؟ حدود 10 11 روز دیگه تخلیه میشه. شما مجردین یا با خانواده زندگی می‌کنین؟ گفته بودم بهتون که من دانشجوام، تنها زندگی. کشور رو ببین. من خودم یادم نیست اینو. اینا رو خیلی وقت پیش سیو کرده بودم. دقیقاً داداش میدونم. برو. همینجوری پرسیدم، می‌خواستم ببینم به صاحبخونه چی بگم. همون به صاحبخونه بگو می‌خرید دیگه. فقط قیمتو چند گفته بودین؟ 300 قیمتو چند گفته بودین؟ نه 350 25. اوه 300 خیلی زیاده. من گفته بودم بیشتر از این ندارم. وای چجوری اینطوریه. گفته بودم 350. همین جوریه دقیقاً. تو رو خدا اینو کات باشه. حالا باشون صحبت میکنم کمش میکنم. فقط یه چیزی، من پول کمیسیون ندارم بهتون بدم. یعنی چی؟ مای گاد. رسیدیم به اصل ماجرا. یعنی اینکه تمام پول من همین 300 تومن. خب حالا چیکار کنیم؟ داشت بابا نشونت نمیدم. نمیشه بابا. خود با این باشه تخت نرد میاره دوتایی الان یه 5 دست بزنید. من متوجه منظورتون نمیشم. آخه واضح‌تر از این میگم من کل پولم 300 تومنه. من خب شما باشون صحبت کنین، یکم پول رهن بیارم پایین‌تر، شما هم کمیسیونتون بردارید. والا این 300 تومن من شک دارم خیلی باید باشون چونه بزنم تا راضی شن. ای وای چقدر بد شد. پس الان چیکار کنیم؟ نمیدونم والا. نکنه انتظار داری کمیسیون ندی. داداش پول کمیسیون رو من میدم، یه کاری کن حداقل. نه بابا. بالاخره شما هم دارین زحمت میکشین دیگه، نمیخوام بدون دستمزد باشه. خب دیگه خدا شاهده میام اینو از عرض میکنم تو حلقت. میگم راه دیگه ای نداره؟ چه راهی مثلا؟ کیس مورد علاقه خانم ها برای ازدواج و کیس چقدر خنگه. نه خودش زده به خنگی، کارگردان بهش رامیز خانم ها برای قبل از ازدواج. نمیدونم، من دارم از شما میپرسم. خانم محترم ببین چقدر بد میشد اگه نمیدونم انگار این شبیه مرداه، یعنی کارهای مردا رو داره میکنه. آره. نمیفهمم شما چی دارین میگین. برو همون کارو با یکی دیگه انجام بده، از اون پول بگیر بیا پول این لاشیو بده، این پول ندیده است. میگم نمیشه یه جوری دیگه حساب کنی؟ چی سیونو دیگه. چه جوری مثلا؟ ادب و گاماستی. میگم این در بسته میشه. این در بسته میشه؟ باید بسته شه دیگه. این چرا؟ این چرا؟ آره در بسته میشه. این منتظر بدم خدمتتون. منتظر مستقیم دختره. اصلا چرا جای زن و مرد توی این ویدیو برعکس من متوجه نمیشم. ببخشید شما جسارتن شغلتون چیه؟ معلوم نیست. جراح مغز. شغلش چه همه میدونی. سال دیگه. چطور؟ همینجوری. بچه چجوری خانوم روش میشه همچین ویدیویی بگیره؟ جدی ها، حتی به شوخیش هم زشته. اصلا همچین ویدیویی چی باعث شده؟ چجوری رود شده بیای این ویدیو رو ضبط کنی چهرت و میلیون ها نفر ببینن؟ خیلی حس بدی بود من دیدمش، یعنی اصلا اینو ببینم دختره رو چی میفروشه؟ چقدر طولانیه. که خریدار داشته باشه. خب بس دیگه این فکر کنم داره به جای بدی. چون صاحب که اینجا کلا حلال خوره. اصلا این پول مزاجشه. داداش تو فهمیدن مشکل داری، تو اون نفهمیدی. اینم احمق پسره یه جا دیگه است. برو.
میدی کمیسیون تو رو میخواد حساب کنه، اصلا با سابمیت کاری نداره. ولی حیف بودا. چی؟ خونه و کمیسیونش. کمیسیون منظورم بود دقیقاً. شرمنده ولی کسی که اینجوری فکر میکنه باید بره وسط جای دیگه ای پن کنه. آفرین، خوشم اومد. میگم که شما روز اول کاریت دیگه نه؟ آره. من دختر آقای حامد هستم. پدر من خیلی براش مهمه که کسی باش کار میکنن. به مجموعه ما خیلی خوش اومدین آقای صبور. امتحان الهی بود بچه‌ها. خیلی سورپرایز شدم بچه‌ها چی شد؟ فهمیدین این مرد روز اول کاریش بوده، بعد بابای دختری که صاحب اون مشاور املاک بوده این مرد رو استخدام کرده. یعنی بابای دخترش فرستاده اون وسط که چیز کنه. امتحان کنه. حالا اگه مثلا بابای گرامی این از کتابای جنایی که من میخونم پلات اگه این مرد روز اولش مرد درستی نباشه خب دختر تو رو نه دیگه، بعد دختره بهش میگه داداش من بابام استخدامت کرده، اخراجی. آره غیرت تو. خب این اگه یه ذره شیطون بود به 28 روش سامورایی فن پاتقوشیو به بچه میزد چیکار می‌کردی؟ دختره تا الان چند بار سر این مسائل سوخت داده. تو که پول داری، پول میدادی به دختر دیگه، اون این کارو می‌کرد، امتحان می‌کرد. دخترت قربونی کردی. واقعا همینو گفتم. تو هم واقعا فامیلی مناسبی داری، چون تو یا صبر ایوب داری یا میشه بود نه؟ خیلی سم بود. یه سم دیگه نشون میدم، بقیه‌اش رو میذارم واسه پارت بعدی چون خیلی سم ترین تو نشونم بده. این ریمیکس زیبا هم به مناسبت 29 آبان باباشه قربونه این ریمیکس نمیدونم توی کامنت ها نوشته که بابامه، بعد گفته که مثلا چرا شما انقدر چیزی عجب سمی بود، چرا مثلا اینجوری رفتار میکنین، چه اشکالی داره که بذار یه ذره کامنت بری، چرا هیچ کدوم کامنت نخوندی؟ آره پارت بعدی یادم رفت بچه‌ها. دختر نوشته اینکه تو خانواده‌تون مهر و محبت ندیدین، مخصوصا دخترایی که میان مینویسن حالم بد شد و اینا، خیلی براتون ناراحت میشن. ببین اگه تو خارج همچین اتفاقی بیفته ولی زندان میکنن بابا رو. میگه قضاوت نکنیم، یعنی باید روشن فکر باشیم. ببین هر چقدر میخوام روشن فکر باشم بچه شما بگین از نظر فقط ما یه جوریه، خب تو اوکی، ولی اصلا نمیدونم مهر و محبت پدرونه اینجوری نیست. هر چقدر دیگه خیلی میخوان همه چی تو این عادی سازی کنن. شما بگین اینو فقط نگاه ما بده یا مثلا خیلی نرماله و اوکیه، نمیدونم. لایک ویدیو رو بزنین بچه ها، لایک یادتون نره، ویدیو رو بتره کنین. خیلی دوست دارم امیدواریم که این ویدیو پاک نشه، کنین که دوست دارم مثلا همش از ما غذا نبینین، یه ذره ویدیوهامون خنده دار و باحال باشه که خودتون موقع غذا خوردن اینا رو پلی کنین و ببینین. رمز ویدیو کمیسیون باشه. کمیسیون خوبه. اگه تا این لحظه ما رو نگاه کردین کمیسیون رو کامنت کنین. اگه دوست داشتین بازم بگیرین بگین که پارت 2 میخواین، لایک ها رو برسونین بالای 1000 تا. با 5000 لایک ما پارت بعدی این ویدیو رو میایم خدمت شما. با اکسپلور بنده دوستتون داریم. خدا نگهدار. تا ویدیو دیگه خدافظ. اون دختری که باباش فرستادش امتحان کنه کمیسیونه رو. خیلی ویدیوهای دیگه داشتم.